ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 31-ро аз рӯи ин раман бишнавед. لیکن آدم ها این طور نبودند. تیرگی و آتشباری دیشبه امروز آنها را تا درجه غمناک و اندوهگین کرده بود. هرچند که کاروانی معرفت غلبه کرد و سوارانی جهالت را زیر و زبر نمود، هرچند که در عین مشکلی کار اسکرانی سرخ از قرطاق رسیده آمده باسمچیان را تارمار کردند، لیکن در صحن مسجد 3 نفر زخمی و در پایان صوفه 2 تابوت گذاشته شده بودند. در 2 تابوت 2 عسکری سرخ، 2 نفر روسی جوان می خوابیدند. دیشب در وقتی شباخون زدنی باسمچیان پاسبانی می کردند و اولین قربانی های جنایت آنها گشتند. در صحن مسجد 2 نفر از اهل کاروان و عصا که تیر خورده زخمی شده بودند می خوابیدند و یگانه دختری که خوشبختانه با کاروان بود به سری بالینی آنها نشسته با مددگاری فیروزه یاری اولینی طبی می رسانید. حکایت تیر خوردن عصا چنین بود. وی با لطیف قتول در سنگرگاه خود نشسته به باسمچیان تیر میزد که ناخواست آوازی چیر زدن زنجیره و بعد 2 بار خالی شدن تیری تپانچه را شنید. ایستاده نتوانسته خیز کشید و به منع کردن لطیف اهمیت نداده به سوی آواز دوید، لیکن هنوز 5-6 قدم نگذاشته از کتفش تیر خورد و چپه شده به زمین افتاد. لطیف قتول او را برداشته به سنگرش برد و زخمش را سخت بسته رفتن خون را باز داشت. خیریت که در سری وقت زخم شما را سخت بستند، گفت دکتر به عصا، نباشد خون بسیار رفته شما را لاحظ می کرد. حاضر ما اندک تازه کرده دوا کرده از نو می بندیم. هیچ گپ نی، تیر گذشته رفته است. استخوان شانه اندک ضرر دیدگی برین، دیگر چیزی نیست. عصا به لطیف قتول که او هم به دکتر یاری می داد با نظری منتداری نگاه کردمان. لطیف به وی با تبسمی مهربانی جواب کردانید. این مهمانی یک شبه هم با عمل هم با گفتاری خود دل او را برده بود و به او چنان تأثیری بخشیده بود که شاید در مکتب 1 ساله اینقدر درس آموخته نمی توانست. لطیف به پایان صحن مسجد فرآمد و به تابوت‌های 2 جوان قربان گشته نزدیک شد. از روی قاعده روسی قربان شدگان را در لباس خودشان به درون تابوت خوابانیده دستهایشان را به سر دلشان گذاشته بودند. لطیف فکر کرد که مسلمان ها نیز در غزا شهید شدگان را از روی قاعده با لباسشان انا همین طور گور می کنند. اینها نیز شهید شدگی، شهیدی راه آزادی و حقیقت. و دقت کرده دید که در سیمای هر دوی آنها هم عکس تأثیری آن درد ناگهانی که باعث به فنا رفتن همه امید و آرزوهای جوانی آنها بود، عکس تأثیر دست خیانت، عکس تأثیر جدا گشتن از جان شیرین بر اعلا نمایان بود. لطیف از خیال گذرانید که این 2 جوان در شهری خود، در قشلاقی دوری خود پدر و مادر داشتگیند.
نامزدها عروسها داشتگیند و آنها برای این دو جوان چشمی انتظاری دوخته ایستادگیند. افسوس که همه‌اش برباد رفت. و این دو جوان چی ضرور بود که مرگ خود را در این کوهستانی دوردست یابند؟ آنها را چی لازم بود که اینقدر راه طی کنند، اینقدر عذاب کشند و لذت دنیا را ندیده چشم از جهان پوشند؟ بله، آنها برای خلاصی وی، برای خلاصی فیروزه، برای خلاصی زنجیره و شنبه جان دادند. آنها برای بی‌تلف و پره برده رسانیدن کتاب و دفتر و قلم به فرزندان تاجیک کاروان معرفت را حمایه کرده آمده قربان گشتند. آنها به کسی جفا نکرده بودند. آنها نانی کسی را از دهانش کشیده نگرفته بودند. آنها صلح و امانی و آسودگی را، دوستی و رفاقت را پاسبانی می کردند و با دست خیانت کشته شدند. کی می داند؟ شاید به کشته شدن آنها تا اندازه وی لطیف قتول هم سببگار شده باشد. دیشب هم عصا هم فیروزه شبهه های خود را از امام و آقسقال بیان کردند، اما وی لطیف باشد با آنها اهمیت نداد. گمان کرد که از تشویش روزانه مانده شده هر دو هم به خانه هایشان رفته خوابیدند. اما در حقیقت آنها سوی قصد تشکیل دادند. چطوری که معلوم شد، به حی پالوان کس فرستاده خبر دادند که به قشلاق رواتک کاروانی کلان با مالهای قیمتبها آمده فرآمد و خودشان از درون ایستاده به خیانت سر کردند. آقسقال از کجا فهمیده است که به شاخه آتش زدن به عسکرها خبر دادن است و برای پیشگیری آن مخصوصاً پاییده رفته زنجیره را بوغی کرده کشتنی شده است. خیریت که فیروزه در سری وقت رسیده او را به جزای سزاوارش رسانیده است. انا همه این به وی درسی عبرت می شود. فیروزه باشد صفا و لطافت سحری کوهستان را نمیدید، حس نمی کرد. در دل و احساسات او هنوز هم مثل دیشبه تیرگی و سیاهی حکم می راند. در نزد بالینی شوهر مهربانش نشسته زورند با تبسم بر روی او چشم می دوخت. از روهای قوتش کنده و لبانی کرخش بسته او هر زمان بوسه ها می گرفت. وی به خودش بارها تأکید کرده می گفت که نه، به عصا چیزی نمی شود. عصا چند روز ناتاب می خوابد و باز صحت شده می خیزد. وی جوان، وی به قوت، خونش بسیار نرفته است، تیر بی ضرر برآمده رفته است. هیچ باکی نه، اما قعر دلش، کدام یک نهانخانه دلش سیاه بود و آن سیاهی هستی او را تیره می کرد. یأس و امید هر زمان جای خود را عوض کرده می ایستادند. گاها باور می کرد که در دوشنبه آنها را روزهای نیک و موفقیت و کامیابی های بزرگ انتظار است. هر دو دست و آستین برزده کار می کنند. بر ضد ویرانکاران و دشمنان، بر ضد تنبلان و خودپسندان مبارزه می برند. دوستان و محبان نو مثل لطیف قتول می یابند. بعد گلبهار را
جان شیرینشان را گرفته می آیند. با وی بهار را می آرند، گل و لاله را، خنده و شادی را می آرند. گاها به خود می گفت که اگر عصا خدا نکرده یگان چیز شود، از دست رود، وی چی کار می کند؟ مگر بی عصا زندگی کردنی وی ممکن می شود؟ در آن حال نه روز، نه شب، نه ماه و نه سال می ماند. در آن حال بهار و تابستان، تیر ماه و زمستان یک رنگ می شوند. در آن حال وی نه دوست را می داند، نه دشمن را می شناسد. نه، الهی آن روز نشود. الهی آن روز را ندیده از جهان چشم پوشد. عصا باشد درد را چندان حس نمی کرد، خصوصاً پس از آن که دکتر زخمش را گشاد و خونها را تازه کرده، چی یک داروی مالید که سوزش یره را خیلی کم کرد، لیکن حرارتش بلند شده ایستاده بود، حلقش قاق می شد، سرش درد می کرد و پیش چشمش گاه تیره می شد. به هر حال وی در خود ناامیدی حس نمی کرد. مردن به خیالش هم نمی آمد. کس در جنگ تیر می خورد، زخمی می شود، لیکن باز گشته شفا می یابد. صحت شده می خیزد، می گفت خود به خود. وی برای مردن یا که معیب شده خوابیدن به اینجا نآمده است. این تب، این دردی سر هم می گذرد. طاقت کردن لازم. به فیروزه تسلی داده روحی او را برداشتن لازم. نباشد وی بسیار خفه و ناامید شده ماندنش ممکن. در این بین کاروانباشی کارهای لازمه را به جا آورده و کماندیر اتریت خبر داد که تابوتها را برداشتن ممکن است. کماندیر فرمان داد اسکرها تابوتها را به کتف برداشتند و با هدایت کاروانباشی به سوی تپه‌ای که در آنجا 2 قبر کنده شده بود روان گشتند. از پس تابوتها اسکرها و فرماندهان آنها، بعد اهل کاروان و اهالی قشلاق قطار شده بودند. در نزد بیماران دکتر، فیروزه و 3 نفر عسکری مسلح به پاسبانی ماندند. فیروزه به بیماران پرستاری می کرد و یکی دید که زنجیره به یک خرمه شیر و 2 تا نان گرم برداشته آمده ایستاده است. این مهربانی دخترچه را دیده قریب بود از چشمان وی اشک جاری شود. ای سلامت باش خواهرکم، دستانت نسوختند؟ چطور نان گرم آوردی؟ زنجیره به نزد بالین عصا نشسته با چشمانی پر از نوازش بر روی او نگاه کرد. درد می کند؟ هیچگر نه، صحت می شود. عصا با دست صحتش سری او را و موهای فتیله‌اش را نوازش کنان سیله کرد. درد نمی کند. تو آمدی، اکنون صحت می شوم، گفت وی و از شیر داغی زنجیره آوردگی 1 پیاله نوشید. دلم نان نمی خواهد، خودتان خورید، به رفیقان دهید. فیروزه به دیگر بیماران نان و شیر خورانده ایستاده بود که از بالای تپه ها آواز تیرپرانی بلند شد. زنجیره ترسیده از جا جهید. نترس دخترم، گفت دکتر به وی. این اسکرهای ما به سر قبر رفیقانشان به علامت خیر و خوش تیر خالی می کنند. رسم اسکرها همین، در وقتی گور کردن تیر خالی می کنند. حقیقتاً 3 بار تیر پرانی شد و بعد آرامی حکمران. پس از ساعتی همه براه آماده شدند.
زخمی ها بروی خس و کورپه ها در عرابه ها خوابیده بودند. دیگرها به اسب ها سوار کاروان به راه برآمد. شهری دوشنبه در بلندی در پایه تپه هایی که نهایتشان به کوههای حصار رفته می رسیدند واقع گشته است. پیشتر حتی اینجا را شهر گفتن ممکن نبود. اینجا قشلاق کلانی بود که میران حصار تابستانها به باغ و بوستان آن منزل کرده خود را از گرمی طاقت فرسای شهر حصار ایمن می گردانیدند. هرچند که دریای دوشنبه از پایان شهر می گذشت، ولی جوی کلان هزاره باغ و بستانهای شهر را از آب جانبخش آن سرشار می کرد. پس از انقلاب امیر گریخته آمده بنای گرنیزان اسکران حکومت سابق روس را که از خشت پخته و به طرز یوروپایی ساخته شده بود به خود قصر ساخت و دوشنبه را پایتخت اعلان کرد. پس از گریختن امیر، حکومت شورایی و هیئت وکیل مختاری جمهوریت بخارا نیز دوشنبه را مرکز بخارای شرقی اعلان نمودند و در یک حوری کلان که به قلعه خرد مانندی داشت منزل گزین گشتند. بنای خشتین گرنیزان را اکنون اسکران سرخ اشغال کرده بودند. آن روزها ابراهیم بیک در کوکتاش نشسته آدمان وی تا به ساحل کافرنهان و در طرف ینگی بازار حتی به این طرف این دریا تاخت و تاز کرده می گشتند. آدمان حکومت از شهر چندان دور رفته نمی توانستند. فقط راهی بخارا گویا باز بود که از آن طرف هم به پاسبانی اسکران آمدن علاج نداشت. هر کاروانی که از طرف بخارا می رسید برای اهل شهر شادمانی و تنتنه می آورد. آن روز مردم عید می کردند، خصوصا آنهایی که از بخارا به اینجا کمندرافکه شده به کار آمده بودند. آنها از هر کدام اهل کارگر، از چیز و چاره‌های آوردگی آنها، حتی از شترهایشان بوی بخارا، بوی شهر خود را فهمیدن، حس کردن و دمی از بوی معطری وطن مست و بی خبر شدن می‌خواستند. هرچند که اهل دوشنبه به قشلاق شاه منصور 5 چقریم دور یکی و تنها رفته نمی توانستند، لیکن روزی بازار به اینجا آدمی بسیار جمع می شد. از قشلاق‌های ورزات، ینگی بازار، از شهرهای حصار، قره‌طاق و کوکتاش و از جاهای دیگر بازارچی می آمد. بازار خیلی آباد می شد. گوسفند و گاو و خر و اسب و شتر، گندم و جو و جواری، میوه های گوناگون، مالها و اسبابهای هنرمندی، تبر، تیشه، کلند، قیچی و هاکذا خریده می شد، فروخته می شد. یک سبب اینقدر آبادی بازار همین بود که در اینجا مردم آمده بی خوف و هراس سودایشان، خرید و فروششان را می کردند. به اینجا هجوم و تاخت و تازی باسمچیان نمی شد. از گرنیزانی پرزوری اسکرانی سرخ می ترسیدند. آن روزی که کاروان ما به دوشنبه رسید روزی بازار بود. در میدانی وسیع که به بالای راه کاروان واقع گشته بود خلایق بسیار جمع شده بودند. مردم آمدن کاروان را از دور دیده به کنار دریا
و پیشواز برآمدند. از کجا نقاره سرنای نوازان پیدا شدند؟ رقاصان به دست قیراق گرفته می رقصیدند. جوانها بچه ها هیاهو را بلند کرده بودند. از گرنیزان یک دسته عسکر فرآمد. عرابه و چارچرخه های خالی را که در آنها بسترها و روجاهای سفید گسترده شده بود آوردند. مردم این عرابه ها را دیده چیزی نفهمیدند، ولی بعضی با خبرها دانستند که این عرابه و این خادمان طیب بیدرک به پیشوازی کاروان نفر آمده اند. البته در کاروان بیماران بودگیند. کاروان با هدایت کاروانباشی ماهر از جای گذری دریا صحت و سلامت گذشت. نمایندگان حکومت که در بین آنها از معارف، از مالیه و از بانک دولتی آدمها بودند، با اهل کاروان خوش و خرسندانه واخوردی کردند و حال و احوال پرسی نمودند. کماندیر اسکرها به سردار دسته اسکران پیشوازگیرنده رپورتی مختصری داد و اسکرها را مشق داده به گرنیزان برد. اهل طیب بیماران را گرفته به عرابه های خود بار کردند که فیروزه نیز با شوهرش به عرابه بیمارخانه گرنیزان نشست. لیکن عصا بی‌طاقتی کردن گرفت. پرس از چیکه و از بانک آدم بودگیست، می گفت وی. نهایت فیروزه مجبور شد و به کافت و کاوی آدمی چیکه افتاد. دیری نگذشت که خودی وی آدمی اصابی الدل به نزد آنها آمد. احوال پرسی کرد و تسلی داد. بعد با التماسی عصا رفته آدمی بانک را که وی هم سرگردان شده در بین اهل کاروان می گشت یافته آورد. عصا در خود همانجا با شهادت آدمهای اصابی الدل 2 پرتفل پول و سندها را سپرده رسید خط گرفت و بعد آسوده شده به باریشت سرگذاشت. در بیمارستان پیش از همه عصا را به جراحی گرفتند. پیش از به زنبر بار کردن فیروزه او را سخت در آغوش کرده از سر و رویش بوسید و هرچند که دلش را گرگان تله می کردند زورن تبسم کرده به شوهر تسلی می داد، او را آسوده می کرد و به دلش امید و آرزوهای بسیاری را بیدار می کرد. این کاری او بد نبود. امید و آرزو به کس قوت می بخشند. آدم را به زنده ماندن، به عمر دیدن و به فعالیت حیاتی می کشیده. همین امید و آرزوی آینده هست که ما همه کلفت و مشقت زندگی را به گردن گرفته عمر به سر می بریم. فیروزه همچون زنی عاقله به شوهرش می گفت که ناامید نشود، نصیب باشد آنها کلان شدن، به وای رسیدن، عالمه و کارکن شدن دخترشان گلبهار را می بینند. نصیب باشد تابستان به دوشنبه آمده، زمستان به بخارا می روند. روزی می رسد که از خود دوشنبه به پای سوار شده تا به بخارا می روند. عصا به اینجا آمده است که کارهای اصابی الدل را براه ماند، به بیچارگان، به درماندگان مدد رساند. تو خودت را نکاهان، گفت به وی عصا. در اینجا دکترهای حربی نقص هستند. آنها با تجربه و پردانند. نصیب باشد. وی سخنش را تمام کردن نتوانست. چیزی گلویش را گرفت. سنیترها زنبر را برداشته بردند. فیروزه می‌خواست که از پسی آنها رفته به خانه جراحی درآید، او را نگذاشتند. و در دم در دهلیز بر روی کرسی نشسته ماند و آبی چشمش 6 قطار شد.
این در حیات وی حالتی مستثناست. فیروزه در هیچ مورد آبی دیده نمی کرد مگر که غم و غصه از حد نگذرد. وی در مرگ مادر کلانش گریست، بعد در مرگ شمسیه گریست و نهایت آخرین بار در مرگ همراه خان آب دیده ریخت. لیکن در این طور موردهایی که به سرش سختی، بیماری و غم و غصه هجوم آورده باشد وی هیچگاه نگریسته است. برعکس با تحمل و اندیشه سختی ها را، غم و غصه ها را برطرف کرده خندیده است. حالا چرا گریه می کند؟ چرا آبی چشمش 6 قطار است؟ خودش هم درست حسابات دادن نمی توانست. یا پیر شده است یا کلفت و مشقت او را خیلی مانده کرده است. نباشد در اینجا حاجتی گریستن نیست. عصا را جراحی کرده زخمش را از نو می بندند و او پس از این یاری طبی زود صحت می شود. اگر زود صحت نشود چی؟ مدتی دراز خوابیده ماند چی؟ در این حال به اینجا به دوشنبه اینقدر تشویش کشیده خراجات کرده برای چی آمدید؟ به بیمار پایی آمدید مگر نمی گویند؟ حکومت بخارا شما را برای کار، برای تشکیل کردن مکتب و صغیر خانه ها فرستاد. شوهری بیمارتان را دکترها طبابت می کنند. شما کار کنید. نه، هرگز وی عصای خودش را پرتافته نمی رود. اگر رود هم 2 ساعت 3 ساعت کار کرده باز به سری بالین وی می آید. با مهر و محبت و با نوازش خود او را به پا می خیزاند. کاری دکترها کرده نتوانستگی را او می کند. مایلش حاضر دکترها جراحتش را شویند، تازه کنند، گشته بندند، اما بعد دوای جان عصا مهر و محبتی وی می شود. در جراحی گشاده شد. خیالهای وی پریشان گشتند و دویده از جا برخاست. لیکن از درون یک طبیبی سفید پوش برآمد و زود راه گشته به خانه رفته در آمد. به فیروزه حتی امکان نشد که از وی چیزی پرسد. آیا به شوهری وی چی کردند؟ جراحی سبک گذشت یا نی؟ فیروزه هنوز گشته به جایش ننشسته بود که باز همان مردک زود راه گشته آمد و به پس و پیش نگاه نکرده به جراحی در آمده رفت. فیروزه به در نزدیک شده گوش کرد. غرونگ غرونگ بعضی آوازها را شنید ولی چیزی نفهمید. چرا آوازی عصا نمی براید؟ چرا نالیش نمی کند؟ شاید دندان به دندان مانده ایستاده است. وی در همین خیال بود که ناگاه او گفتن نالیدنی عصا را شنید. بدنش و راست زده رفت و خود را از در قفا کشید. نه ایستاده می توانست نه شیشته می توانست. به نظرش کسی و چیزی نمی نمود. و حالان که در بیمارستان چندین خانه ها بودند، به آن خانه ها هم بعضی کسان درآمد برآمد می کردند و بعضی ها حتی با تعجب به وی نگاه می کردند. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 31-ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамкул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.